بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید. عرض سلام دارم و دنیای از ادب و احترام خدمت همه شما خوبان و سروران و مهتران. امیدوارم هر کجا که هستید توفیقات روزافزون الله متعال قرین راهتون باد و هر روز زندگی در طاعت و بندگی الله متعال بهتر و زیباتر از روزهای گذشته سپری بشه. در برنامه دیگر از برنامه‌های سفره دل همراه شما خوبان و عزیزان هستیم و جناب دکتر نور محمد عمرای عزیز. در آغاز عرض سلام و ادب و احترام دارم از طرف خودم و به نمایندگی از شما خوبان خدمت جناب دکتر. خوش آمدید جناب دکتر. خیلی خیلی ممنون. بنده هم عرض سلام و ادب دارم، هم خدمت شما، البته پیش از این در خدمت شما بودیم و خدمت دستاندرکاران شبکه و همچنین خدمت شما بینندگان عزیز که ما رو در میهمانی خانه هاتون پذیرا هستید و امید هست که انشاءالله امروز هم بتونیم یه مقداری بعض زندگی های پریشانی رو پیش هاشون رو محکم کنیم و بتونیم یک کم سر و سامونی به زندگی های عزیزانی که برخی از مفاهیم درست زندگی براشون واضح نیست رو یه مقداری رونق بدیم و جلا بزنیم روشون و سنباده‌ای بکشیم ببینیم که به کجا میرسیم. در خدمت شما هستم. خدمت از ماست. جناب مهندس بگم الان دیگه دکتر نگم. اشاره جناب دکتر به پیچ و مهره و مشکلات زندگی خودش اشاره واضحی بود به موضوع برنامه این هفته. ما در مسیر زندگی ماشین زندگی گهگداری پنچر میشه، بعضی وقتا این ماشین کولرش از کار میفته، بعضی وقتها این ماشین دچار مشکلات دیگری میشود و نیاز به یک مکانیک و مهندس داره تا به تعبیر جناب دکتر پیچ و مهره های این زندگی رو حل بکنه و غالبا راننده‌ای در مسیر رانندگی خودش در مسیری که داره میره موفقه که حتی الامکان از اولویت های و الفبای اون سیستم ماشین خودش حداقل آشنایی داشته باشه با الفبا، یک لاستیک رو بتونه حداقل خودش اگه پنچر شد عوض بکنه مثلا، یا بدونه که حداقل آب و روغن ماشینش رو چطور بتونه ازش خبر بگیره و حداقل از باتری و مواردی تا این حد که حداقل زیاد هم تخصص نیست دیگه. هر کسی، هر راننده یک ماشینی بعد این چیزها رو سر در بیاره، وگرنه اون موقع در مسیر وقتی که دچار مشکل شد اون موقع دیگه به مشکل میخوره واقعا. و مسیر زندگی طبیعتاً حساسیت‌های بیشتر خودش رو داره و نیاز بیشتری داره تا ما بدونیم که چگونه بتونیم پیچ و مهره‌های زندگی خودمون رو سفتش کنیم. احمد جان میگفت یکی دو تا پیچوشتی آشارم بیارم جلوی دکور بذارم تا بیشتر خبر از مهندسی داشته باشه. اما امروز به پیشنهاد جناب دکتر و در برنامه امروز جناب مهندس نور محمد عمرای عزیز در خدمت شما خواهیم بود با موضوع مهندس خود در زندگی مشترک. درست گفتم جناب دکتر؟ مهندسی خود در زندگی مشترک. آها، این دیگه شما ننوشته بودم، ببخشید. مهندسی خود در زندگی مشترک. منم مثل شما در این عنوان موندم اصلا دیگه. بقیه تفاصیلش با جناب دکتر و چرا اصلا این موضوع رو انتخاب کردن و اهمیت موضوع و شرح موضوع. جناب دکتر، جناب مهندس باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و الصلاة و السلام علی حبیبنا و مولانا رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. من میخوام یک مفهوم درستی رو از الفبای زندگی و زندگی مشترک به عزیزان برسونم که خیلی وقتا از ذهن گم هست و این باعث میشه که در مسیر زندگی، چون که اصلا از ابتدا نمیدونیم که چرا زندگی مشترک اومد، چی میخوایم از این زندگی، سردرگمی زیاد میشه. وقتی که شما بدونید که هدف چه هست، چرا این به اصطلاح زندگی رو اختیار کردیم، خب اون وقتی که دیگه خیلی چیزا حل میشه. مثلا من میدونم که هدف من اینه که من به تهران برسم، خب خودم انتخاب کردم، ماشین رو انتخاب میکنم، با قطار میخوام برم، با نمیدونم هواپیما میخوام برم، با اتوبوس میخوام برم. اختیار خودم هست یا اختیار من نیست؟ اداره انتخاب کرده، بابام رفته بلیط گرفته، خب باید با تاکسی برم. حالا من با تاکسی خوشم نمیاد، جاش تنگه، نمیدونم کولر نداره، فلان هست، سرعتش کمه، هر چه که هست. الان هدف
مهم هست یا من گیرودار بودن این ماشین که چرا رنگش اینجوریه، چرا شکلش اینجوریه، چه فلانه. در زندگی ما همین مشکل رو داریم. طرف هی گیج و منگه که آقا منو به زور ازدواج دادن، منو اینو نمیخواستم، من اتوبوس میخواستن، اینا تاکسی بازم گرفت، پیکان گرفتن، نمیدونم فلان. خب یا مثلا میگه که راه رو که خودشو گیر انداخته تو این راه، آقا ما میخواستم شوهرم اینطوری باشه، زنم اینطوری باشه، خب نشد، پس من چیکار کنم؟ هی گیرم تو مسیری که هست توش راه، میگم چرا اینجا راه خاکیه، چرا نمیدونم چاله داره، شوله داره، نمیدونم چی داره. خب یعنی اینه که مفهوم الف با زندگی اصلا واضح نیست. اصلا چرا ازدواج کردم؟ ازدواج کردم آیا برای لذت بردن یا ازدواج کردم برای خوشبخت شدن؟ خب تا حالا فرق لذت بردن و خوشبخت شدن هم درک نکردیم. مثلا وقتی میخوایم بگیم که آقا برای لذت بردن از این چیزی ما چی نیاز داریم؟ ما نیاز داریم که طرفی که میخواد لذت ببره صحت داشته باشه، پول داشته باشه و همچنین وقت داشته باشه که به لذت ببره از این چیزی. خب و در زندگی خودمون وقتی نگاه میکنیم به طور غالب یکی از این سه موردی که باعث لذت بردن میشه وجود نداره. اگر به اصطلاح ابتدای زندگی است، طرف وقت داره، صحت هم داره، پول نداره، خب یه چیزی کمه بس لذت نمیبره. بعدش که زندگیش به رونق میگیره، کاری پیدا میکنه، فلان از این حرفا، خب ماشاءالله صحت داره، میخوره مثل گاو، خب نمیدونم مثلا پول هم داره، کار میکنه، درآمدش خیلی خوبه، اما وقت نداره. در پیری میاد میفته به به الان دیگه وقت داره، بچه ها همه سر و زندگیشون رفتن، سامان گرفتن، عرض پولش، مال هم که داره یه چیزایی جمع کرده واسه خودش، بچه ها هم کمکش میکنن، اما صحت نداره، آهی در بساط نداره. پس کی میخواد لذت ببره؟ پس اصل این نیست که ما در پی لذت بردن نیستیم، ما در پی سعادت هستیم، خوشبختی. در خوشبختی رو که به دست آوردیم، لذت بردن یکی از جزئیات خیلی کوچیک خوشبختی هست که خود به خود مهیاست. اون وقت دیگه برای از فلان کار لذت نمیبریم، از همه زندگی لذت میبریم، از لحظه های عمرمون لذت میبریم. این خوشبختی از کجا میاد؟ خوشبختی زندگی درونی است. خوشبختی یه تخم‌مرغ سلیمانی دیدیم که وقتی یه جوجه‌ای داخلش هست، این جوجه کیه که تخمو میشکنه؟ خود جوجه است دیگه. خود جوجه از داخل. وقتی که تخم از داخل میشکنه، ازش زندگی میاد بیرون، جوجه زنده میاد بیرون. اگه ما بخوایم به این کمکش کنیم از بیرون تخم رو بشکنیم، جوجه در داخل میمیره. آره دیگه، چه بسا اون ضربه که ما داریم میزنیم به تخم مرغ، این ضربه بر فرق سر یا وقتی میزنیم که هنوز وقتش نیست، فاسد میکنیم کارش. خب پس اینه که تغییر و تحولی که میاد از داخل هست، از من نوعی هست. وقتی میایم مثلا الفبای زندگی مشترک میخونیم، زندگی مشترک با چی شروع میشه؟ با در کنار گرفتن دو عنصری که اینها رو بهشون میگیم اجنبی از هم، بیگانه هم هستن، خب حلال هم نبودن. این دوتا مهره‌ای که حرام هم بودن ما تشخیص دادیم، جامعه تشخیص داد، پدر مادر تشخیص دادن، خودشون تشخیص دادن، هر چی بود. خب این دوتا رو آوردیم در کنار هم. اینها چطور با هم حلال میشن؟ با یک عهد و پیمان. این عهد و پیمان رو هر یکی از طرفین خودش با خودش میبنده که پروردگار من عهد و پیمان میبندم که این طرف رو خوشبخت کنم. هدف از این عهد و پیمان همین خوشبختی، یعنی همین هدف از عهد و پیمان خوشبختی، زندگی مشترک باید زندگی خوشبختی باشه. خب مهیا همه یه به اصطلاح مسیر برای خوشبخت شدن این زندگی مشترک رو خداوند خودش مهیا میکنه، اما این ما هستیم که اون رو به اصطلاح استفاده درست میکنیم یا نمیکنیم. یه شیر هست، شیر سالم هست، برای
صحت خوبه یا نه؟ شیر برای غالبا در حالت طبیعی برای همه خوبه. اگه گذاشتیم فاسد شد چی میشه؟ طبیعتا نتیجه عکس میده. ما خودمون فاسدش کردیم، مسموم شدیم و میتونستیم استفاده درست ازش بکنیم، میتونستیم فاسدش نکنیم. یعنی میفرمایید اگر کسی مثلا ازدواج میکنه اما در زندگی مشکل داره، مشکل به خودش برمیگرده، به خود فرد برمیگرده، نه به طرف مقابلش و نه به اطرافیان. چطور به طرف مقابل اطرافیان برنمیگرده؟ خیلی وقتها مشکل از طرف مقابله، طرف بد خلقه، طرف بد راه میاد، طرف منو نمیفهمه، منو درک نمیکنه، طرف سطح سوادش پایینه، طرف اینطوره، طرف اونطوره، یا خانواده‌اش نمیذارن، اطرافیان نمیذارن، جامعه نمیذارن. هدف از زندگی چه است؟ و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. الا لیعبدون. این که هدف خلقت کل کائنات هستن، عبادت پس الله. و این هدف، این قانون برای کل کائنات گذاشته شده یا برای تک تک کائنات؟ برای تک تک افراد گذاشته شده. و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. همه جنسیات، تک تک انسان‌ها وظیفه‌شون عبادت خداوند متعال است. حتی فراتر از این، و این من شیء الا یسبح بحمده، هیچ چیزی در آسمان و زمین نیست مگر به تسبیح الله تعالی مشغول. خب الان وقتی من میرم داخل قبرم، از من میپرسند که خانومت چیکار کرد؟ اون جاهایی که من مسئولیت ولی امرش باشم شاید بپرسن. موارد بسیار چیزی هست که به اصطلاح موارد به اصطلاح خارج از محیط بسته خانواده است. قضیه مثلا حجاب و نمیدونم اون چیزایی که من میتونستم مثلا نقش داشته باشم اما کوتاهی کردم، مثل امر معروف. اما در عموم از من نخواهند پرسید که آقای سلیمانی چیکار کرد. کل نفس به ما کسبت رهینه. کل نفس به ما کسبت رهینه. هر کسی در گروه اعمال خودشه. خب بله. و این اگر مثلا قضیه بازخواست هست، یعنی هر کسی خودش میدونه و مسئولیت خودش. خب بعدش فمن اتبع ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. من اعرض، هر کسی که از یاد خداوند غافل شد، چی هست؟ فإن له معیشة ضنکا، یعنی اون براش زندگی نگونبختی است. یعنی اگر ما مثلا توی یه خانواده 10 نفر داریم، بله، احتمال داره که در بین این 10 نفر 9 نفرش خوشبخت باشن، 1 نفرش بدبخت باشه. بله زیاد. احتمال داره که در این خانواده یه شوهر بدبخت باشه و زن خوشبخت. بله احتمال داره که مرد خوشبخت باشه، زن بدبخت. بله حضرت لوط خوشبخت بود، زنش حضرت نوح خودش خوشبخت، حضرت نوح بچه‌ش بدبخت، حضرت آسیه زن خوشبخت، مرد بدبخت، مرد بدبخت‌ترین روی زمین. خب پس این خوشبختی از بیرون نیست، از داخل. یعنی اگر من خلاصه بکنیم موضوع رو، من در زندگی مشترک دنبال خوشبختی میگردم، اول آخرش برمیگرده به خود من. اول و آخرش برمیگرده به خود من. و این خود من جالبه، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم یک دارویی یا دعایی که در واقع دارو هست، این رو برای ما پادشاه استغفار، کد خدای استغفارها، سید الاستغفار معرفی میکنه. این بهترینش دیگه، بهترین استغفار. و به ما امر میفرماید که این رو هر روز صبح 3 بار تکرارش کنیم و هر شب. فوق چرا تکرارش کنیم؟ ببین این یادآوری میکنه به ما رو که ما چی کار داریم. یعنی یک دستورالعمله. من نوشتم، یک نسخه است دست من هست که آقا این نسخه رو هر روز صبح 3 بار بخونید. این برنامه زندگی است. برنامه مدرسه. ببینید ما به بچه هامون تا صبح میان سر کلاس مدرسه میان چیکار میکنیم؟ آقا صبحگاه تو اداره میرن، آقا صبحگاه صف میشن فلان میگن، یه حرفایی هست که شاید هر روز تکرار بشه. خب یه مواردی هست که همیشه باید تکرار بشه. خب خستگی ناپذیر هست. برای چی؟ برای ببین
ما نگاه میکنیم به تلویزیون پیام های بازرگانی. خب یه پیام بازرگانی میاد ویژه بانک نمیدونم فلان یا آقا نوشابه فلان. خب بابا ما که یکی میاد مثلا میگه که آقا مگه ما اینقدر نفهمیم؟ از صبح تا الان 30 بار همین پخش شده. روز بعد پخش میشه، روز بعد پخش میشه. اون که به اصطلاح شرکتی هم که اینو پخش میکنه چه پولای هنگفتی میده. حالا من بعضی وقتا وسط فیلم ها انقدر پخش میشه که آدم فکر میکنه که وسط پیام بازرگانی دارن فیلم پخش میکنن، نه وسط فیلم پیام پخش کنن. الان من برم پیش این به اصطلاح کارخونه بگم آقا شما چیتونه خولید اینقدر پول میدید که به اصطلاح نوشابه نمیدونم چی خب بابا یه بار گفتی فهمیدیم. میگه نه من عقل دارم این کارو میکنم تا این همیشه جلوی روی مردم باشه. جلوی روی مردم بود رو سفره هاشون هست. مگه هممون نمیدونیم نوشابه خطر داره؟ با این وضع از بس که تکرار کردن تو عقل باطن ما ساخته شد، میریم با وجود اینی که ضرر داره میخریم میاریم میذارن. خب اونایی که میخرن البته میارن روی سفره هاشون میذارن. خب میگیم آقا سیگار هم همین نکته داره، رو پاکتاشون جدیدن همه نوشتن که این کبد سالم، کبد سیگاری، ولی بازم میرن میخرن. از بس چی؟ از بس براش تبلیغات هست. یعنی از بس روی جلوی رو هست. الان وقتی من به این آقا میگم که آقا این 2 بار پخشش کنین، به اصطلاح پول اینقدر خرج نکن، این پولی که میدی برای تبلیغات اینو روی به اصطلاح خود جنست مصرف کن که کیفیتش بره بالا. میگه نه کیفیتش همینطور باشه بهتره برای من که از تبلیغات دورش کنم. چرا؟ میگه که اگه من یک روز مثلا تبلیغ کردم روز دیگه نکردم یه نوشابه دیگه میاد جاشو میگیره. پس یک مفاهیمی هست که باید همیشه جلوی رومون باشه. ببینید قرآن کلام الله هست. بله. همه ی قرآن مهمه؟ بدون شک. خداوند متعال وقتی به ما میفرماید که من براتون قرآن فرستادم، میفرماید که 7 المثانی و القرآن العظیم رو براتون فرستادم. ولقد آتیناک 7 من المثانی و القرآن العظیم. من به شما دادم 7 المثانی، سوره فاتحه رو دادم با قرآن عظیم. مگه سوره فاتحه جز قرآن نیست؟ چرا جز قرآنه. اما از بس مهمه اول قرآن میاد و در هر نمازی باید هر رکعتی باید خونده بشه. یعنی روزانه 10 بار هر یکی از ما سوره فاتحه رو میخونیم و سیرم نمیشیم ازش. برای چی تکرارش اینقدر؟ خب صبح میگفتیم و تموم شد. نه، این برنامه زندگی است، برنامه لحظه به لحظه زندگی است. خب سید الاستغفار رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید اللهم انت ربی لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. عجیب. اللهم انت ربی لا اله الا انت. گره زدن خود با هدف اصلی رضایت الله متعال. اللهم انت ربی لا اله الا انت. ترجمه‌شم بار الهات پروردگار منی، هیچ الهی نیست قبول ندارم غیر از تو. بله. و انا علی عهدک و وعدک ما استطعت. خدایا با تمام قوتم تا جایی که توان دارم من روی عهدم پای بندم. روی عهدم پای بندم. خب عهد چه بود؟ یکی در زندگی مشترک من عهدی پیمانی بستم که این شوهر یا این زن رو من خوشبختش میکنم. این عهد در زندگی مشترک. این دعا رو صبح 3 بار تکرار باید بکنی. یعنی چی؟ یعنی 3 بار به خودت یادآوری کنی که مسیر امروزم چی میگذره. خب در طول این روز شوهر بده، زن نمیدونم نفله است و فلان و زندگی و داد و فریاد و همه این مشکلات هست.
اما این من صبح چی گفتم که من بر تو توان دارم فصلا تلاشم میکنم که برای این عهد و پیمانم بمونم. خب تلاشمو کردم آخر روز دیگه داغونی. خب پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم میگه آی نگاه کن اون بنده خدا که از اونجا رد میشه، هر کی میخواد یه نفر بهشتی رو ببینه به اون بنده خدا نگاه کنه. چی داشت این آدم تو چی داری؟ اومد گفت که والله من هیچ کار خاصی نمی کنم، نمازم مثل بقیه، عبادتام مثل بقیه. یه خصلت دارم، شب که سر به بالین میذارم حقد و کینه و خشم و عصبانیت و ناراحتی هیچ کسی رو به دلم ندارم. همونطور که کفشامو دم در میذارم همین احساسات بد نسبت به دیگران رو همونجا میذارم. خیلی راحته. پس صبح الفبای زندگی مشترک میگه که هر روز صبح به خودت یادآوری کن که تو در یک عبادت به سر میبری و یک عهد و پیمانی داری، باید به این عهد و پیمان پایبند باشی. این امتحان امروز منه. این الفشه. نمیگم سوال سخت بود، سوال چی بود. من الان بخوام در این امتحان موفق باشم بعد هنرمو به خرج بدم، هر چقدر میتونم تلاش کنم تا بهترین نمره رو بگیرم. امتحانه دیگه الان اگر من فکر کنم که این صندلیه که برای من گذاشتن تو جلسه امتحان، آدم نمیشه روش راحت بشینه. آقا مثلا این کولر همه خاموش خسته شدیم گرمه. اگر خودم رو به این چیزا مشغول کنم وقتم میره و هیچی برگه اون چیزایی که میتونستم بنویسم اما نداشتم. خب شب هم که شد خودم رو تخلیه کردم از همه خشم و اندوهی که هست. خب در نتیجه چی میشه؟ خود به خود چرخ زندگی درست میچرخه. ببخشید جان بهتون، حالا این وسط این لذت از زندگی به هر حال اون غرایزی که به حال ازدواج باش صورت گرفت یک سری اهدافی بود، همین ها یعنی باید نادیده گرفته بشه. فقط من وظیفه‌م اینه که هر چی زندگی هر شرایطی داشت من باید بسوزم و بسازم چون من عهد به ایمان بستم. خب این خوشبختی چطور به وجود میاد؟ تنها فقط با همین که من پایبند به عهدم به خوشبختی میرسم. هی دارم مشکلات تحمل میکنم، هی داره بهم فشار میاد. فشار از کجا میاد؟ وقتی که من ببینید چه وقت فشار میاد؟ فشار وقتی میاد که من از وظیفه اصلی خودم غافل میشم. خب غفلت از اینی که من در یک عبادت هستم. یعنی شما فکر میکنید که همسر فرعون سختی نمیدید؟ در برابر این بانو من هر وقت فکر میکنم اصلا هوشم به هم میریزه. این اصلا نمیتونم تصور کنم این عظمت رو. آسیه یعنی ملکه روی زمین. خب الان این ملکه روی زمین با تمام این مشکلاتی که بود ما داریم بهش افتخار میکنیم. ملکه روی زمین بود دیگه، زن فرعون، یعنی فرعون مرد اول زمین و آسیه هم زن اول بود در زمانه خود، یعنی ثروتمندترین قدرتمندترین زن و با یک اشاره میتونست که هر کاری دلش بخواد بکنه. یعنی چی؟ یعنی اینی که چون در مسیر درست حرکت میکرد. خب ببینید ما مثل یک قطار هستیم. حرکت ما حرکت یک قطار هست. اگر ما در مسیر باشیم روی ریل را بریم راحت میریم بوم بوم تو راه هم بوقمون رو میزنیم میریم. قطار میره. اما همینی که از این مسیر اومدیم بیرون چه دیگه تمام شد دیگه سر و کلمون میشکنه و همه بلاها سرمون میاد و ما داریم روزانه میگیم اهدنا الصراط المستقیم، بار اله ما رو بذار روی همین راهن مستقیم بیایم به طرف خود. خب چون که ما به طرف خدا میریم، به طرف رضایت خدا میریم، همه این مسائلی که در زندگی به وجود میاد، مشکلات میاد، فلانی فحش داد، فلانی بد و بیرا گفت، فلانی غیبت من میکنه، فلانی بد منو میگه، فلانی فلان میکنه،
اینو رو اصلا نمیبینیم، تحملش آسون میشه. تمام اصلا برامون پوچه. خب فلانی به من اینجوری گفت، گفتی به خودش گفته. آقا فلانی به فحش داد، کو نداد، دست من نیست. چون این احساس در وجود ما نیست. احساس در وجود ما نیست. وقتی که ما از یاد خدا غافل میشیم چی میشه؟ خودمون رو گم میکنیم، از اون ریلاهن میزنیم به خاکی. اینجاست که دیگه قبل از اینی که دیگران ما رو بخورن ما خودمون رو میخوریم. این قطاره که رفته توی مثلا دره میفته چیه که مشکل چیه؟ مشکل بامون خاک و زیر و خودشو مشغول کرده به همین سنگا و با اینا درگیره. ما درگیریم، زندگی رو خودمون رو گذاشتیم. اون چیزایی که لذت ببریم، نعمت‌هایی که خداوند به ما داده اونا رو نمیبینیم، اون جوانب منفی رو میبینیم. شیطان کارش همینه. خب شیطان کارش اینه که خداوند متعال به ما میگه نه این شکرتم لذیذنده، اگر شما شکر کردی من بیشتر بهتون میدم. شکر نعمت چطوریه؟ عبادت هر کس، بهترین عبادت شخص کدوم عبادته؟ اون عبادتی که خداوند اون رو مهیای اون عبادت کرده باشه. مثلا یه کسی که پول داره بهترین عبادتش نماز شب نیست، بهترین عبادتش صدقه دادنه، انفاق کردن، انفاق در راه خداست. کسی که عالم هست بهترین عبادتش انفاق نیست، پول نداره بیچاره، چی میخواد انفاق کنه؟ بهترین عبادتش اینه که علمشو به دیگران برسونه، جامعه رو اصلاح کنه. کسی که زندگی مشترک داره بهترین عبادتش سر و سامان دادنه. این زندگی مشترک هست. توی این زندگی مشترک مشکلاتی وجود داره، شوهر بده، نمیدونم فلانی به من بد میکنه، همه که دیگه مثل تو نیستن. خب هر یک کسی یه شیوه خاصی در زندگیش داره، یک رسم و رسوم خاصی رو میخواد بره. یکی اگر میخواد زندگیشو تباه کنه، به من چه؟ من چرا به اصطلاح خودم رو بسوزونم که به من غیبت کرده، بد منو گفته فلان کرد، میل خودشه، هر کاری میخواد بد بکنه. آقا نمیدونم شوهر عمم اینقدر به من بد میگه که عمم با من بد در افتاده، دروغ گفته. آقا چیکار رفته تو گوش عمم خونده، تو گوش داداشم زنش اینجوری گفته، تو گوش نمیدونم بسیار خواهرم شوهرش اینجوری گفته در مورد من. به من چه؟ زندگی اوناست، زندگی خودشه. همونطور که من مسئول زندگی خودم هستم، لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. اگر شما هدایت رو انتخاب کردید، در راه درست رفتید، به شما هیچ ضرری نمیرسونه اونایی دیگه که به سر راه رو کج رفتن. آقا من دارم روی ریلاهن درست مثل قطار چق چق میزنم میرم جلو، یه ماشین اتوبوسی زده توی خاکی تو سنگا میره، خب به من چه؟ بذار لاستیکاش پاره بشه. من مسئول چی هستم؟ مسئول خودم هستم. اینی که دیگران بد میکنن، حتی اگر دیگر میرفتیم مثلا پیش آسیه، آسیه خانم این چه زندگیه که شما دارید؟ شما بدبختید، بیچاره اید، ببین شوهر تو. میخندید از این شوهر من براش دعا میکنم خداوند هدایتش بده، خودش نمیخواد، اما الحمدلله من هیچ مشکلی ندارم، شکر خداوند منو هدایت داده، من بینشم درسته، زندگی هم درست میچرخه، خدام در فکر رضایت خدا هستم. چطور میریم شوهر این بدجنسی رو میره خدمت؟ من خدمت این نمیکنم، من وظیفه خودم رو انجام میدم. من در قبال رابطه زناشویی یک وظیفه‌ای دارم، اون وظیفه رو درست انجام میدم. خب الان اگر اینطور کردیم، تصور کنید یه فردی اومد به یه زنی بهش دادن، به زور دادن، از روز اول دعوا داره، اشتباهه، نمیدونم خودش هم آدم عصبانی است فلان اعلان، اما همچنین زنی بهش رسید، یا برعکس همچنین مردی با این بینش، چه اتفاقی میفته؟
اتفاق اینه که به اصطلاح آب خیلی سنگه، چون که خیلی سنگه 6 ماه بعد نرم میشه، پنبه میشه، و الا نه تو همون روزای اول رام میشه. خب مگه ما ببینید ما میریم تو کوه ها میبینیم که یه بچه‌ای گرفته شیری دستشه رامش کرده، یه اسب وحشی رو گرفته رامش کرده، یه نمیدونم ما یه حیوانات وحشی رو میگیریم رام میکنیم تو سیرکا، شیره بارن سمون میرقصن، شیره دهنش رو وا میکنه، طرف سرش رو میبره تو دهنش در میاره، شیر که جای خودش، تمساح که تمساح است دهنش رو وا میکنه، طرف مثلا بچه‌شو میذاره تو دهن تمساح بعد برش میاره بیرون. اگه اینا رام میشن چطور یه شوهر تمساح مانند رام نمیشه؟ چطور یه زن نمیدونم گرگ مانند رام نمیشه؟ میشه، اما نیاز هست که ما یکم فن و فود به خرج بدیم. ممنونم جناب دکتر، جزاکم الله خیر. اجازه بدید به همراه شما بینندگان عزیز میان برنامه میبینیم، برمیگردیم میشه باز در خدمت شما جناب دکتر خواهیم بود. با اجازه شما همراه ما باشید همچنان. جزاکم الله خیر. بارک الله فیکم. هي زوجتي عنوانها عنواني وحبيبتي بستانها بستاني ورفيقة العمر الذي أيامه في بيتها أزكى من الريحان هي زوجتي عنوانها عنواني وحبيبتي بستانها بستاني ورفيقة العمر الذي أيامه في بيتها أزكى من الريحان هي أم أبنائي وروضة مهجتي وشريكتي في الفرح والأحزان هي من إذا مل الفؤاد رأيتها زهرا جديدا يانع الألوان وإذا اشتكيت من الصعاب وجدتها سهلا مريحا لين الأركان وإذا أتيت من الظهيرة متعبا كانت كأنفاس النسيم الحاني في وجهها أمل وملء عيونها هي نعمة الرحمن يا إخواني نمشي على درب السلام وفي يدي يدها فتشعرني بكل أماني في وجهها أمل وملء عيونها هي نعمة الرحمن يا إخواني نمشي على درب السلام وفي يدي يدها فتشعرني بكل أماني هي أم أبنائي وروضة مهجتي وشريكتي في الفرح والأحزان هي من إذا مل الفؤاد رأيتها زهرا جديدا يانع الألوان
وإذا اشتكيت من الصعاب وجدتها سهلا مريحا لين الأركان. وإذا أتيت من الظهيرة متعبا كانت كأنفاس النسيم الحاني. يا رب فاملأ بالمحبة بيتنا والود والإخلاص والإيمان. بله سلام مجدد خدمت همه شما خوبان و سروران. همچنان با شما هستیم با ادامه بررسی موضوع مهندسی یادم رفت مهندسی خود در زندگی مشترک. این موضوع برنامه که عنوانش سنگینه. جناب دکتر در بخش اول اشاره فرمودن به موضوع مهم فهم صحیح و درک صحیح ما از مفهوم خوشبختی در زندگی مشترک و اینکه ما به دنبال چه هستیم و چه مواردی رو بعد مد نظرمون باشه. جناب دکتر شما اشاره کردید که از موارد مهمی که اشاره کردید که همیشه قابلیت‌های خودمون نگاه بکنیم و آنچه که داریم نه به دیگران. اگر داریم با بیشتر برای ما بینندگان توضیح بدید. واسه همینه که من میگم مهندسی خود و نمیگم مهندسی زندگی. یعنی هر کسی به فکر ماشین خودش باشه و آچار فرانسه ماشین خودش رو فکر خودت رو درست کردی بقیه دوربر درست میشن. خودت مشکل داشتی همه دوربر باید مشکل دارن، چون که مشکل از داخل خودت میاد. این نیروی توان مثلا سازندگی و تغییر اطرافیان این یه نیروی داخلی هست. تو اگر مغناطیست قوی باشه دیگرانو جذب میکنی، اما اگر نه از داخل مشکل داری دیگه همه رو از خود منفور میکنی. اینی که خداوند به من چه داده اون رو یه عزیزی یه مثال خوبی میزد. میگفت که یه خانمی اومد پیش من، بنده خدا پیرزنی بود، عمری ازش گذشته بود و بعد شوهرش رفته بود ازدواج کرده بود. این خانم تقریبا حدود 50 سال بیشتر عمر داشت، پزشکی بود متخصص. شوهرش رفته بود یه خانمی گرفته بود 25 ساله. خب بعد دیگه این چیکار میکرد؟ میگفت میرفت کارایی میکرد که مثلا اینو دختر بزرگش آورده بود که آقا دکتر این خانم مادر من این روزای کارایی میکنه که برای 3 ماه زشته. چیکار میکنه؟ این نگاه میکنه که اون دختر اون خانم جدید شوهرش 25 سال چطور خودش آرایش میکنه، چه شکلایی میکنه، چه کارایی میکنه، این میخواد همون رو تقلید کنه. خب همیشه وقتی که ما میخوایم تو پوست دیگران بریم، اون چیزی که واسه ما نیست رو بپوشیم، زشت میشیم. درست. خب من میخوام که ما تصور کنیم که ما هممون توی اتاق بزرگی بودیم، خالی. خداوند متعال دست هر یکی از ما یک کیفی داد، گفت که شما برید و مسئولیت شما همونیه که وسایلش تو کیف هست. من اومدم بیرون، کیفمو باز کردم، دیدم چی هست؟ پر از وسایل پزشکیه.
پس فهمیدم که من باید در مسیر این قدرت هایی که خداوند به من داده همین هست دیگه. اون موهبه ها در واقع همین چیز هست. موهبه هایی که خداوند به من داده، الان من با این موهبه میتونم یا پزشک بشم، یا پرستار بشم، یا همین وسایل رو بسازم، کارخونه‌ای بزنم وسایل پزشکی رو، یا وسایل پزشکی بفروشم. این مواردی هست که من میتونم تعامل داشته باشم، توش کار کنم. الان من اومدم در این زندگی مشترک این کیفم رو وا کنم، ببینم که چه داده هایی خداوند به من داده. با اون داده، چون من در مقابل اینا مسئولم. الان که من این به اصطلاح کیف به من داده شده، این داده ها داده شده، اینا رو از همون کوچیکی در بچه‌ها میفهمیم، در خودمون هم میفهمیم که چه چیزی من آقا تا ریاضی میخوندم همیشه نمره تو ریاضیم بهترین بود، اما تو ورزش اصلا نمیتونستم یه توپو لگد بزنم. خب رفیق من شعر 200 بیتی رو 2 دقیقه حفظ میکنه، من 2 کلمه شعر رو میخونم 4-10 بار میخونم تا بفهمم که شاعر چی میخواد بگه. خب اون هوش ادبیات داره، این هوش ریاضیات داره، هر کسی یک استعدادی داره. استعدادی داره. بله. خب الان در همون میدان استعداد خودم حرکت کنم، اون استعدادایی که داده خداوند به من داده اونا رو بهترین استفاده کنم. همین پیرزن درسته که الان یه رقیبی داره، اما اگر در زندگی مشترک ما رقابتی عمل کنیم میافتیم، به نتیجه نمیرسیم. من با زنم رقابت کنم، ایشون من رقابت کنه، اصلا ما 2 تا دستگاه مختلف هستیم، 2 تا ماشینالات‌هایمون کلا مختلف هست. وقتی اینطور حرکت میکنیم میزنیم به هم دیگه میخوریم. اما اگر بیایم تکاملی عمل کنیم، الان تو این زندگی تنها من نیستم، من هستم، خب خویشاوندان هستند، اطرافیان هستند، همسایه ها هستند، همه باید تکاملی حرکت کنیم تا یه جامعه درست یه خونه، یه کلبه خوشبخت داشته باشیم. خب الان مثلا همین خانم، همین پیرزن میتونست این داده ها و استعدادها و اختیاراتی که داره بیشتر از اونه که تازه اومده. حالا مثلا چی نمونه‌ای؟ اون مثلا چی داره؟ اون یک زیبایی داره، یک جوونه‌ای داره. خب اما این خاطرات 20 سال زندگی مشترک رو داره. این 50 سال عمرشه، 30 سال از جوونی اون شوهر دست اینه. فرزند داره احیانا، فرزند، روابط اجتماعی، وجاهت اجتماعی، نمیدونم رفتارا، خاطرات، زندگی، همه این باید بیاد تر اون چیزایی که داره، تجربه زندگی که این داره، نحوه تعاملی که این داره برای شوهرش عزت و احترام میاره. الان شوهر اگر مهمون بیاد براش کجا میبره؟ طبیعتا پیش اولی میبره دیگه. پس این جایگاه خودش رو داره. اون نیومده که جای این رو بگیره، اون اومده که یک به اصطلاح کوتاهی هایی که در قلب شوهر بود که ایشون نتونسته پر کنه، اون اومده اونا رو پر کنه. بذار اون تو میدان خودش بازی کنه، تو نرو تو میدان اون که میدان خودت خالی میمونه. باید جایی که وزنت سنگینه اونجا باشی. من میخوام که ما 2 آیه قرآن کریم رو همیشه مد نظر داشتیم. بله. یکی اینی که خداوند متعال به ما میفرماید لا یکلف الله نفسا الا ما آتا. خداوند متعال از ما چیزی نمیخواد مگر اون چیزی که به ما داده. یعنی اون استعدادهایی که در ما گذاشته میخواد که ما از اونها استفاده درست ببریم. بله. بعد خداوند متعال به ما میفرماید لا یکلف الله نفسا الا وسعها. خداوند از شما چیزی نمیخواد مگر اون چیزی که در توان شماست. این 2 تا آیه رو که با هم جمع کنیم میشه که خداوند از ما نمیخواد مگر آن چیزی که در توانمون هست از آن چیزی که به ما داده. یعنی توان ما به اندازه آن چیزیست که داریم. توان ما چقدره؟ همون توان ما تا آخرشو میخواد. یعنی وقتی میگیم لا یکلف الله نفسا الا وسعها، خداوند متعال از هیچ کسی مگر اون چیزی که در توانش هست بیشتر نمیخواد.
یعنی اون چیزی که در توانش هست رو میخواد. طبیعتا ما توانمون خیلیه، اما نیاز هست که این قدرت ها رو ببینیم، اون چیزی که خداوند به ما داده رو ببینیم، قدرت ها و هوش و استعدادها و اینا رو که خداوند به ما داده ببینیم. ما چیکار میکنیم؟ احیانا ما یه دری که به رومون بسته رو همون سیخ میشیم، همونو میگیریم که آقا رو بستن به رومون، 100 در دیگری که برای ما گذاشته شده است اون رو نمیبینیم، 100 در باز رو نمیبینیم، یه در بسته رو میبینیم. پس ما باید بدونیم که کل میسر لما خلق، هر یک از ما انسانها برای اون چیزی که براش آفریده شدیم برای اون در اون مسیر باید حرکت کنیم. وقتی که به ما اون کیفا رو دادن و استعدادات توش بود، منی که استعداد پزشکی دارم برم استعدادش پزشکی، اونی که استعداد مهندسی داره بره دنبال مهندسیش، اونی که استعداد آشپزی داره بره آشپزش باشه، اونی که استعداد نمیدونم بنایی داره بره بناش بشه. مایی که در زندگی مشترک اومدیم یه استعدادایی داریم. این استعداد رو از کجا پیدا بکنیم؟ من میخوام که عملی تر صحبت بکنیم. الان در این زندگی مشترک زناشویی حالا شما مثال زدید مثلا خب 2 زن باشن، حالا زن اول و زن دوم. حالا مثال اگر بیاریم که منحصرترش کنیم، مثلا غالبا خب زن و شوهر که با هم تازه مثلا شروع میکنن به ازدواج کردن، یا 2 نفرن فقط رقیب سومی هم نیست. این 2 نفر از این استعدادهایی که شما اشاره میفرمایید، مثلا چطور من نوعی بدونم که چه استعدادهایی دارم که این استعدادها رو بیشتر استفاده میکنن به عنوان مرد، یا مثلا من نوعی به عنوان زن و همسر چطور بتونم این استعدادها رو کشف بکنم؟ منظورتون دقیق چی هست این استعداد؟ ببین اساس من عزیز، من محمود نیستم، زن من هم مهری خانم همسر محمود نیست. یعنی خودمون باید بقیه مقایسه نکنیم. ما باید به اون خداوند متعال از ما چی میخواد، اون چیزایی که به ما داده، اون قدرت هایی که در ما گذاشته میخواد اونا رو بارور کن. قدرت هایی که در من هست غیر از قدرت هایی که در داداشم هست، طبیعت. غیر از استعداداتی هست که به اصطلاح همسایه داریم. فضلنا بعضکم علی بعض فی الرزق. الان من بیام نگاه کنم به اون چیزی که خداوند به من داده، نه به اون چیزی که خداوند به دیگران داده. خب وقتی که من چشم تو زندگی دیگر است، شوهر فلانی این کار کرد، خب شوهر فلانی استعداد آشپزی داره، صبح تا بعد از تو آشپزخونه افتاده، برعکس زنش اصلا از آشپزی خوشش نمیاد، زنش اصلا استعدادش کارهای دیگه است. خب این کارا رو میکنه، اون این کارا رو میکنه. خب شوهر فلانی نمیدونم چی شده، بکن شوهر فلانی نگاه کن، زنش میره درس میخونه، اون بچه رو نگه میداره. شوهر فلانی استعدادش تو این بسو یه بسو 10% مامایی یاد داره. خب این دیگه معنیش نیست که من هم اونطوری باشم. خب من اگر برم تو آشپزخونه، خانمم دعوا میکنه میندازه زدم بیرون. خب در حالی که تو مهر خانم شوهرش رو صدا میزنه که ببین این غذا رو اینطوری درست کردم درسته یا نه، اون سر آشپز شوهرش. من باید بدونم که من تو زندگیم چی میخوام، مفردات زندگی، الفبای زندگیمو چطوری بچرخونم، به اون چیزی که داریم، استعدادایی که من و شوهرم داریم، من و زنم داریم توجه کنیم، نه به اون چیزی که دیگران دارن. خداوند وقتی که از من میپرسه از اون چیزی که به من داده، یعنی از من نمیپرسه از اون چیزی که به من نداده. خب اینی که من بیام میخ کنم تو سرم، تو زندگیم همش تو این فکر باشم چرا ما فلان چیزو نداریم. ببینید در زندگی خب شیطان هم که فعاله بی حد. خب حالا زندگی و به خصوص در زندگی مشترک، و هم شیطان خودش وسوسه میکنه و هم به اصطلاح افرادی که تونسته تو پوستشون به اصطلاح تخم کنه اونا رو به کار میگیره. ببینید شما در زندگیتون با هم هر دو تا دست به دست هم میدن، من الجنت و الناس. شما آقای اسلامی ماشین دارین؟ من نه.
هیچ به اصطلاح فکر میکنید که ماشین نداشتن باعث شده که زندگیتون به هم خیلی به هم بخوره؟ یه 2 تا ماشین دارم که روزی که به دنیا اومدم الحمدلله خداوند بهم داده تا الان با هم هست. تمام ماشینای شهر مال شماست. 2 تا پا دارم الحمدلله. تمام ماشین شهر که دست میدید با چند به اصطلاح مبلغ ناچیزی سوار میشی و به هدفت میرسی. زندگی میچرخه. اما میاد یه همسایه واه 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 پیش خانومتون، شما چطور زندگی میکنید؟ تو این شهر هر یک تو هر خونه 3 تا ماشین پارکه، تو خونه شما ماشین نیست؟ اهل تفلک آخه والا میمیرم برات، شما اصلا ماشین ندارید؟ یعنی راست میگی ماشین ندارید؟ مگه میشه؟ الان با چند تا از این پارازیتا الان چی میشه؟ خانم شما خداوند بهش 1 میلیون فرصت داده و نعمت داده. از این 1 میلیون یک ماشینی که خداوند که اسمش حکیم هست بهشون نداده، بر مبنای یک حکمتی که خودش به حکمت الهی است که نباید اینا در این بره از زمان نباید ماشین داشته باشن، اگر داشته باشن به ضررشونه. خب خداوند بهشون نداد. بله. خب اما یک نقصی الان نبود در ذهن، اومد یه فردی اینو در ذهن کاشت. الان اگر خدای نکرده خانم شما این الفبای زندگی رو پرت شده باشه، لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها رو نفهمیده باشه، الان تا شما میرسید آقا اگر عزیزم اگر ما ماشین میداشتیم ما این همسایه بیچاره رو میتونستیم به بیمارستان برسونیم، از کجا وارد میشیم؟ اگر ما ماشین سرم همیشه کسی که میاد فلان همین که میاد همه سرم پایینه، برای چی؟ خب ما ماشین نداریم. میرم تو اتاق دلم میترگه، واسه چی؟ خدا خالیه، یه ماشین توش نیست. کل زندگی و همه چیز میشه چی؟ همون یه چیزی که نداریم. درست. ببینید یه مثال زیبایی میزنن، میگن که یه آقایی اومد یه جوی یک جوهره‌ای پیدا کرد، یک چیزی بسو میدرخشید، جواهراتی بود، چیزی بود. بعد اینو گرفت شستش، بعد چه خوشگله، گفت حتما این خیلی گران قیمته. دیگه این خیلی آدم فقیری بود، وقتی اینو دید و اینقدر گفت که حتما خیلی چیز خوبیه، برم ببینم این جواهر فروش به چند میخردش. رفت داد پیش جواهر فروش، چپ بهش نگاه کرد، گفت این مال خودته؟ گفت آه. گفت چقدر میخری؟ گفت چه بگم عزیزم این خیلی با ارزشه، زور من به خریدن این نمیرسه. شما اگر میری باید بری تهران، یه ثروتمند خیلی گردن کلفتی پیدا کنی، اون اگه بتونه ازت بخره. بفرم ببخشید. این رفت چه خوشحال شد. تو زندگیش بیچاره چقدر به اصطلاح مشکلات داشت، خونهشون کهنه بود، افتاده بود، نمیدونم باغشون دیوارش افتاده بود، همه اینا دیگه حل شد واسش. هر جا میرفت سر و گرنه بالا میزشت، تو جیبش گذاشته بود، خیلی مواظبش بود که من ثروت بسیار بزرگی دارم، این ور اون ور دیگه نباید همه بفهمند و اینا، در شأن من نیست که برم قرض بگیرم، منی که یه جواهری رو اینطور دارم. خب یکم بیشتر زحمت کشید و با خوشحالی و با عشق و علاقه کار میکرد و بسیار حمالی و بر نمیدونم دیوار اینو ببند فلان ببند، دیوار خودشو گذاشته بود، میرفت دیوار مردم بالا میبرد که پولی در بیاره. آخرش پولی جمع کرد، رفت تهران، رفت یه جواهر فروش بسیار گنده رو پیدا کرد، گفت آقا من یه جوهر بسیار گران قیمت دارم، میخوام که بسیار کسی تو شهر ما کسی قدرت خریدشو نداشت، آوردم پیش شما. اونم نگاه گفت این از خودته؟ گفت تو شهر شما کسی نتونست بخره؟ گفت نه بالا، گفتن که خیلی بارزه. گفت آقا بالا خیلی بارزه شما، اما از توان منم خارجه. شما اگر میخواید اینو کسی بخره باید بری چی؟ واشنگتن. اونجا خرپولای خیلی خوبی هست، اونا اگه بتونن بخرن، کار من نیست. این بنده خدا اومد بات کرد دیگه، وقت میپرید، اومد دیگه اصلا تا دیروز هی نق زندگی بود، نداریم و نه. الان همه این نه ها تموم شده. هر جا میره یک حرفایی میزنه و یه شاد بود. همه زندگیش تو چی بود؟
که یه پولی جمع کنم برم واشنگتن. زحمتی کشید و پولی دم دست کرد و رفت واشنگتن. اونجا رفت و از اون هر پول و ترهای دیگه اونجا آقای چی ترامپ پیدا کرد و گفت آقا ترامپ یه جواهر دارم که کسی تو کشور ما نتونست بخره، تو بخر. اون اومد بیورک من میخرم تا آورد ته استکان من یه استکانای بلوری بزرگی هست شکسته، این ته استکان شیشه بی ارزشه. چی من دیوونه فکر کردی؟ انداخت جلوش. خودش هم دید وقتی انداخت میگو که راست میگه، چطور من نفهمیدم که مثل ته استکانه این شیشه هست، یعنی شیشه بی ارزشی. بعد فکر کرد با خودش ببین یه شیشه بی ارزش که من اون رو نعمت تلقی کردم چقدر در زندگی من انرژی آورد و تغییر تحولات آورد. الان من چشمی دارم که به کل این دنیا رو بدن چشممو نمیدم. من گوشی دارم که کل این دنیا رو به من بدن من گوشمو نمیفروشم. کیه که بهش بگن آقا 10 میلیون دلار بهت میدیم قلبتو میخوایم بخریم نصب کنیم تو قلب یک کسی دیگه، میده؟ یا حتی یکی از چشمات. خب پس این همه نیرو و قدرت و نعمت و اینا خداوند متعال به ما داده، ما وقتی اینا رو نمیبینیم ته استکان بی ارزش رو میبینیم، فکر میکنیم در این ته استکان بی ارزش سعادت ماست، با این گم میشیم. اینه که وقتی میبینید در خانواده ها بسیاری از مشکلات واسه چی هست؟ واسه اینه که اون چیزی که خداوند بهشون داده اون رو نمیبینن، نگاه میکنن به اون چیزی که خداوند بهشون نداده، یا نگاه میکنن به اون چیزایی که خداوند به دیگران داده. خب به دیگران یه چیزی داده، به تو چیزای دیگه داده، به تو یه چیزای بهتر از اونا داده و نمیبینیش. یا میبین نگاه میکنه یه چیزی خداوند بهش داده بود ازش پس گرفت، کل زندگیش داغون میشه. چی شد؟ بچه‌م مرد. مرد که مرد، بچه‌ت مرد. بچه رو خداوند به عنوان یک نعمت به تو داده بود، ازت این نعمت رو گرفت. کسی که گرفت اسمش هست حکیم، اسمش هست رحمان، اسمش هست رحیم. این باید از پیش تو میرفت، رفتنش برای تو مفیده اگه بخوای. البته خودت اختیار با خودته. اگه خودت بخوای میبینی که وفات مادر، وفات پدر، وفات فرزند، از دست دادن عزیز، اینا یه ضایعه بزرگ هست، اما میشه از این خوب استفاده کرد. این رو یک جهشی قرار داد برای بهتر زیستن، برای بیشتر خدمت کردن، برای درک قدرت‌های بیشتری که در وجود انسان هست. چرا ما قدر همدیگر رو نمیدونیم تا وقتی که از دست بدیم؟ وقتی که عزیزی رو از دست دادیم حالا خوبیاشو میبینیم، تازه به اون نعمتی که داشتیم پی میبریم که چه نعمت بزرگی رو از دست دادیم. در که بود اما ما نمیدیدیم. چرا نمیدیدیم؟ چون نمیخواستیم ببینیم. میبینی شوهر مثلا زن و شوهر خروس جنگی دارن با هم، یکیشون که رفت دیگه میزنه تو سرش، اخ چه زن خوبی بود، تو دیروز که کنارت بود نه ازش یه لحظه آرام بگیره، میگه که زن خوبی الان یادت اومد، چه داداش خوبی داشتم، چه خواهر خوبی بود. پس یک لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، اینها چیزایی بود که خداوند به تو داده بود، اما به جای این که ببینیش، خوبیاشو ببینی، حالا چرا ندیدی؟ یکی از اسباب اینی که ما نمیبینیم غفلت از خداست. خداوند انسانی که مثلا راه رو کج میره، با خدا دوره از خدا. این کسی که دوره از خدا
برکت از زندگیش گرفته میشه. برکت زندگی همینه. برکت زندگی اینه که احساس بکنی به وجود نعمت. وقتی که این برکت گرفته شد نعمت نمیبینه، خوبای زندگی رو نمیبینه. توفیق، گناه یکی از آثارش اینه که توفیق عمل صالح رو از فرد سلب میکنه. طرف گناه کرد، میبینی که نماز صبح نمیتونه بیدار بشه. چرا بیدار نشد؟ توفیق ازش سلب شد. توفیق یه لبخند ازش گرفته میشه، میره پیش دوستش، همیشه اهلا و سهلا خوشبخت چی بود، امروز چون رابطش با خداش درست نشد لبخنده نمیاد. این محیط ها همش از کار میفته. تو رفتارش، تو کردارش، تو رفتار دیگران با اون. خیلی جالبه که وقتی که از امام شافعی از غالبا میفرمایند که وقتی من یک گناه و لغزشی ازم سر میزنه، اثر اون رو تو همسرم، تو حتی حرکتای اسبم میبینم که اسبم که همیشه با من رامه، میبینه که سرکش شده. اسب سرکش شده چه ربطی به تو داره و گناه تو داره؟ اینی که فرد همیشه باید مشکل رو در خودش ببینه. وقتی مشکل رو در خودت دیدی حلش آسونه. مشکل در منبعش یعنی چی؟ یعنی حلش هم با منه. من به جای اینکه انتظار داشته باشم دیگران اصلاح بشن، خودم به راحتی میتونم اصلاح بکنم و خودم هم، چون وقتی که من احساس میکنم من سبب مشکلم، پس میدونم که حلش با منه. اما وقتی گفتم که سبب مشکل همسرمه، منتظرم که حل تغییر از اونجا بیاد. من قدرت ندارم که هیچ کسی رو تغییر بدم، هیچ احد و ناسی رو. این قدرت سلب شد. مگه پیامبر نمیخواد همه انسان ها مسلمان بشن؟ بشه. انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء. پیامبری هستی بله، اما نمیتونی هر کسی که دوست داری هدایتش بدی. هدایت دست خداست. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. حتی خداوند هم عوضشو نمیکنه تا خودشون شروع نکنن، تا خودش نخواد، تا خودش به اصطلاح حرکت از تو از خدا، برکت از خدا، تا خودت به اصطلاح حرکت نکنی، تا خودت نخوای، پس تغییر پذیری امکان پذیر نیست. تمام مشکلاتی که در جامعه، همه این عزیزانی که میگن که مثلا همه با من چپن، هیچ کسی منو دوست نداره، هیچ کسی به من احترام نیست، هیچ کسی، همه خرابن، تو یه دردونه ماشاءالله خوبی. پس مشکل. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند من قال هلک الناس فهو اهلکهم. هر کسی که گمان کرد که همه بدن، اون خودش بدترینه. ما اصلا در مسیر زندگی نباید در فکر خوبی باشیم، در فکر بهترین باشیم. یعنی تبارک، در سوره تبارک چی میکنیم؟ تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا. نه کی از شما، خداوند همه شما رو آفرید و روز و شب و همه زندگی رو آفرید تا شما رو آزمایش کنه که کی از شما کار خوب میکنه، نه کی از شما کار بهترین رو میکنه. در مقابل دیگران من باید تصرفاتم خوب نباشه، تصرفاتم باید بهترین باشه. و اذا حییتم بتحیة فحیوا باحسن منها. اگر کسی به شما خوبی کرد، شما بیشتر خوبی کنید. حتی اگر بدی کرد ادفع بالتی هی احسن. اگر بدی کرد ادفع بالتی هی احسن. اگر بدی کرد باز جواب اون رو بهترین بده. پس وقتی که شما بخواید بهترین باشین، ببین اصلا ما وظیفه‌مون چی هست در زندگی؟ وظیفه‌مون این است که بگیم و انا اول المسلمین. خب یکی از تفسیرات این آیه اینه که من اول مسلمی، یعنی من میخوام که بهترین مسلمونا باشم.
در مسابقه مسلمونی، در مسابقه خوبی من میخوام اول باشم. و این امکان پذیره، در خود من هست، توان من هست، خداوند به من داده. ولا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، چون که خداوند به من داده ازم میخواد. خیلی ممنونم جناب دکتر، اجازه بدید به همراه شما بینندگان عزیز میان برنامه دیگه هم ببینیم، برمیگردیم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. همراه ما باشید. تشویق به ازدواج. عن علقمة رحمه الله قال: كنت مع عبد الله رضي الله عنه فلقيه عثمان رضي الله عنه بمنى فقال: يا أبا عبد الرحمن، إن لي إليك حاجة. فخليا فقال عثمان رضي الله عنه: هل لك يا أبا عبد الرحمن في أن نزوجك بكرا تذكرك ما كنت تعهد؟ فلما رأى عبد الله أن ليس له حاجة إلى هذا أشار إلي فقال: يا علقمة. فانتهيت إليه وهو يقول: أما لئن قلت ذلك لقد قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. در صحیح بخاری حدیث شماره 7326 و صحیح مسلم حدیث شماره 1399 علقمه رحمه الله فرمود: با عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه بودم. عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه در منی با او روبرو شد و به او فرمود: ای ابو عبدالرحمن، با شما کاری دارم. با هم خلوت کردند. عثمان فرمود: ای ابو عبدالرحمن، میل داری که دوشیزه ای را به ازدواج شما درآوریم تا زمان گذشته و جوانی را به یاد شما بیاورد؟ وقتی که عبدالله رضی الله تعالی عنه دید که نیاز به ازدواج ندارد، به من اشاره کرد و فرمود: ای علقمه، بیا. من هم به نزد او رفتم. دیدم که در جواب عثمان رضی الله تعالی عنه می فرمود: اگر شما این را می گویید، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هم به ما می فرمودند: ای جماعت جوانان، هر یک از شما که قدرت و هزینه ازدواج را دارد باید ازدواج کند و کسی که استطاعت آن را ندارد بر وی لازم است روزه بگیرد، چون روزه باعث جلوگیری از شهوت می شود. رضایت دوشیزه و بیوه در نکاح. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. در صحیح بخاری حدیث شماره 5136 و صحیح مسلم حدیث شماره 1419 ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت می کند که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: زن بیوه بدون مشورت با او و دختر باکره بدون اجازهش به نکاح داده نمی شوند. گفتند: ای رسول الله، اجازه دختر باکره چگونه است؟
فرمودند این که سکوت نماید. بعد سلام مجدد خدمت همیشه ما خوبان و سروران در خدمت شما هستیم، همچنان با بخش پایانی برنامه امروز تحت عنوان مهندسی خود با در زندگی مشترک همون زناشویی. این عنوان حفظ نمیشه. جناب دکتر نکات بسیار مهم اشاره کردن که مهمترین نکتهش حول محور فهم و معرفت و شناخت هدف اصلی و اون الفبای اصلی و معنای واقعی زندگی مشترک که بحث پایبندی به عهد و پیمانی بود که ما با الله متعال بستیم، و دوم این که ما همیشه در تغییر از خود شروع بکنیم و با توجه به آنچه که الله متعال به ما داده نعمت‌ها و فرصت‌هایی رو که در اختیار داریم ببینیم و خود رو با دیگران مقایسه نکنیم و سعی بکنیم که همیشه برای اصلاح مهندس زندگی خودمون باشیم و کلید آغاز و اصلاح، کلید حرکت دست خود ماست و از خودمون آغاز میکنیم تا این مشکل حل بشه. جناب دکتر، حالا اون سوال مطرح میشه در راه اصلاح و به هر حال حل مشکلات زناشویی در زندگی مشترک. احیانا تلاش میشه و دو طرف احساس میکنن که تلاششون رو کردن اما به بنبست خوردن، یعنی بین دیگه ماشین موتورش دیگه، این ماشین زندگی موتورش دیگه فرسوده شده و نمیشه دیگه اصلاحش کرد. طرف زن میگه که با این مرد دیگه من نمیتونم زندگی کنم، این مرد آدم بشو نیست. یا اینکه مرد احیانا میگه این زن دیگه تلاش فایده‌ای نداره، اگر عوض میشد تا حالا تو این چند سال عوض شده بود. احیانا صحبت از طلاق و جدایی میشه، احیانا صحبت از به هر حال گلایه‌هایی که حالا کمتر از طلاق هم نیست، طلاق عاطفی هست. آیا این افراد هم فرصتی باز برای مهندسی زندگی خودشون دارند یا نه دیگه کلا باید تن داد به طلاق و جدایی؟ ببینید، وقتی که به اصطلاح افراد به این مرحله میرسن، اولا در زندگی مشترک نباید هرگز به این مرحله میرسیدن. چرا؟ وقتی خداوند متعال میفرماید که و من آیاته ان خلق لكم من انفسکم ازواجا، که از آیات و عظمت و بزرگی، نشانه های عظمت و بزرگی پروردگار اینه که از خود شما برای شما همسرانی رو انتخاب کرد که لتسکنوا الیه، که در کنار اونها شما آرامش داشته باشید و خداوند خودش و جعل بینکم مودة و رحمه، و در بین شما مودت و رحمت قرار داد. پس با ازدواج هدف آرامش و سعادت بود و مهره‌های به اصطلاح خوشبختی هم اونجا در اختیار بود. حسینه که در ابتدای ازدواج همه خوشند، شادند. حتی اگر اونایی که به اصطلاح به نحوی اصلا تو خط نیستن، یعنی ازدواجشون اصلا بر مبنای دستورالعمل درست نبود، شیوه ازدواجشون فلان، اونا هم یه مقداری خوشحالی هست دیگه، خوشحالی دارن. خب چرا قضیه اومد به اینجا رسید؟ چون که اصلا در مسیر خودشون مهندسی خودشون رو یادشون رفته بود. همه منتظر این بودن که اون بیاد ماشین منو درست کنه. خب ماشین مال توه، پنچر تو راهه، اگر خودت راه درست کردی میری،
نکردی منتظر باشی کسی دیگه درست کنه، خوب نکرد. اون وقت چی؟ موندی. اون منتظره که خودت درست کنی. مثلا دو نفری که توی خونه باشند، این میگه که آقا فلانی آشپزه، شما بگید فلانی. خب دو نفر، این منتظره که اون غذا رو درست کنه، اون منتظره که این غذا درست کنه، هر دو تاشون درست نمیمونن. خب در مسیر به اصطلاح در زندگی مشترک هم همینطور این تراکمات به وجود اومده، این سوء تفاهمات به وجود اومده. الان اومدن فکر میکنن ما به بنبست رسیدیم. اولا این فکر بنبست رسیدن که خودش اشتباهه، که فلانی درست نمیشه. یعنی چی که درست نمیشه؟ خداوند متعال وقتی که به اصطلاح انسان رو خلق کرد، درش به اصطلاح هم فجور گذاشت، هم تقوا گذاشت. هم در هر فردی نکات منفی هست و نکات مثبتی هست. بله. و این ماییم که به اصطلاح چطور از این خوبی‌ها بهره برداری میکنیم یا از این بدی‌ها بهره برداری میکنیم. خیلی جالبه واسم که بعضی از عزیزان وقتی میان به اصطلاح میگن که ما اصلا من اینو دوست نداشتم، از اول زندگی چه دیدنشون نداشتم، الان موندم که چطور ازش جدا بشم. 5 تا بچه هم داریم. 5 تا بچه دارن. این 5 تا بچه رو نمیدونم از کجا اینا آپلود کردن، دانلود کردن یا دانلود کردن. ببخشید هر دو عملیاتش هست دیگه، آپلود میشه بعد دانلود. الان این آپلود دانلودیش که شده، چطور وقتی که تو چش دیدنشو نداری؟ یعنی الان یک اتفاقاتی افتاده که این اتفاق حالا بزرگ بوده یا کوچیک بوده، تاریخچه ای از زندگی رو همش خط قرمز روش کشیده. خب همه اون رو نمیبینه. الان ما باید چیکار کنیم؟ احیانا جناب دکتر ببخشید، طرف شاید دلش جای دیگه است. خب میگن عاشق شدم به کسی دیگه. عاشق شده. خب ببینید بعضی وقتا هست ما به فلانی گفتن که یخ میخورن اما نگفتن چه وقت میخورن. خب شما عاشق شده بودین، این حکایتت قبل از ازدواج با این فرده. الان که با این فرد ازدواج کردی، باید بیا یک مسائلی رو در نظر داشته باشی. خب یکی اینی که عمر چقدره؟ آیا فکر میکنی الان که عمرت اومده 30 و 35 شده شما همون دختر 24 ساله هستی؟ مشکل اینجاست که وقتی که ما به اصطلاح میایم میخوایم یه کار بکنیم، خودمون رو نمیبینیم. هی تصورمون میره که من همون شاخ شمشادم. فکر میکنه که آقا بعد از 40-45 سالش آقا ریشش سفید شده، فکر میکنه که هنوز اون جوون 20 ساله است که همه با یه چش عاشقش میشن. یا دختره هنوز فکر میکنه که همون دختر 14 ساله است. الان ببین که شما کجای مرحله عمری قرار داری؟ من. شما در کجا زندگی میکنی؟ نه مهمه در کدوم فضا مهمه. تو افغانستانی، تو ایرانی یا تو اروپایی؟ موقعیت مهمه. بله. فرهنگ مهمه. شما در اون فرهنگ به اصطلاح فرهنگی هست که اصلا زن مطلقه رو اصلا نگاش نمی‌کنن، یا اصلا شاید اجازه به طلاق نمیدن، یا اجازه به طلاق نمیدن، یا نمیدونم طلاقش که به اصطلاح 7 خانه رستم داره، قوانینی که کشور گذاشته یا قوانین اجتماعی که در خانواده و فامیل هست. پس شما الان اون دختر قدیم نیستید. شما الان در کجا هستین؟ این مهمه. و شما الان از چه بافت اجتماعی هم هستید؟ خود بافت اجتماعی خیلی مهمه، چون که هر گونه اعتراضی در شما، هر گونه نقطه منفی بر شما تأثیر منفی میذاره بر یک عالمه افراد دیگه. شما الان هنوز 4 تا خواهر دیگه داری که ازدواج نکردن. شما اگر در زندگیت مشکلت بیاد سر زبانها بیفته، یعنی تحت شعاع میگیرم، زندگی اونها رو تحت شعاع قرار بدید. خواهر کی همونی که شوهرش مشکل داره، ببخشید این دختره هر جای دیگه برید برای من خواستگاری، این تو این خونه نه. برادرها تحت شعاع قرار میگیرن، پدر و مادر تحت شعاع قرار میگیرن، خانواده چی به اصطلاح بدنام میشه، هر جا شخصیت پدر یا برادر 4 تا از این
به اصطلاح پدر، برادر، فلان، اینا افراد، همونطور که شخصیت های اینها یک بازاریابی داره برای خودت، وقتی که برای تو خواستگاری اومدن نیومدن که چون که شما فلانی هستید، چون که شما خواهر فلانی هستید اومدن خواستگاری، چون که شما دختر فلانی هستید، چون که شما برادرزاده فلانی هستید. پس این وجاهت های اجتماعی که به اصطلاح اصلا برای تو اصلا بازاریابی کرد، الان همه اینها لکه ننگی میشی براشون. پس اینجا باید خودمون رو نگاه کنیم، من کی هستم، در کجا هستم، چند سال عمرمه، موقعیت اجتماعیم چی هست. همه اینها رو باید در مسیر زندگیمون داشته باشیم، چون که بد بودن یک نفر در این فضا به همه. پس اینجا یک حقی از من، حق منه، زندگی منه. بله زندگی توه، اما تو آزادی تا جایی که آزادی دیگران رو تحت شعار قرار ندی. خب یکی از علمای سرشناس جهان اسلام هست، یکی از خانماش حالا خودش طلاق داد یا اون طلاق گرفت، یه علمشنگه‌ای به راه انداخته شد در رسانه ها. الان گناه این علمشنگه رو کی داره تحمل میکنه؟ چه ضربه‌ای بر شخصیت اون وارد شد و چه ضربه‌ای بر افرادی که کتابای اون رو میخوندند، از اون به اصطلاح اون رو به عنوان یک الگو میدیدن که ایشون در به اصطلاح این همه الگو هست در زندگیش، این مشکلات. درسته که در واقع این شکست ها شکست نیست، اینا در هر زندگی به وجود میان و هیچ عیب و ایرادی بر افراد نیست، حتی بین صحابه اولیاء الله پیش میاد. اما جامعه چه دید داره؟ خب الان من چیکار باید بکنم؟ اینه که این فرد وقتی میاد به این مرحله میرسه، من نمیگم که طلاق نگیره، اما میگم که قبل از اینی که طلاق بگیره یک دید مهندسانه‌ای داشته باشه که من با این کارم آیا به دیگران ضربه میرسونم، من این کارم خودخواهی هست، من با این کارم خودم رو نفله نمی کنم. چرا؟ افراد میان طلاق میگیرن، بعد از 6 ماه میان زار زار گریه میکنن که میخوام برگردم. چرا میخوای برگردی؟ بچه هم، زندگی. بعد از اینکه دور شد مثل عقاب از بالا نگاه میکنه، چقدر آدم خوبی بودا، یه اشتباهاتی داشت، من چرا اینا رو تحمل نکردم؟ عیب از خودم بود. خب چرا این عیب از خودم بود و قبلا نگفتیم؟ پس اینه که من اول باید بیام نقطه های منفی خودم هم در نظر بگیرم، چه کوتاهی هایی من دارم، چه عیب و ایراد هایی من دارم. اینی که گفت من عیب و ایراد ندارم، این بزرگترین عیب و ایرادش همینه که فکر میکنه هیچ عیب و ایرادی نداره، یعنی کلش عیب و ایراده. وقتی میگه که من هیچ عیب و ایرادی ندارم، یه چیزی که همش خراب باشه دیگه میگیم که نمیگیم که چیش درسته، آقا دیگه خوبه، همش که خرابه دیگه همین که باید تحملش کرد. طرف اومد پیش حضرت عمر رضی الله عنه و گفت که من میخوام زنمو طلاق بدم. چرا؟ دوستش ندارم، عاشقش نیستم. گفت مگه همه خونه ها بر عشق بنا میشه؟ الان من باید نگاه کنم این دختره که من طلاقش میخوام بدم، این زنی که من میخوام طلاقش بدم، این کجا میخواد بره؟ وقتی که من گرفتمش، از کجا گرفتمش؟ از بین یک خانواده‌ای که این تو اون خانواده گوهر بود، پدری داشت، مادری داشت، برادر و خواهرایی داشتند، عزیز بود، فلان. خب من که ازدواج کردم، بعدم پدرش وفات کرد، مادرش وفات کرد، وفات نکردند، هستند، اما الان دیگه اون قبلا مال اونها بود، بعد بخشیدنش به من، رو من اعتماد کردن، بخشیدنش به من، مال من شد. الان که مال من شد، اونا احساس نمیکنن که مال اوناست. میگه پس دادنش عیبه. عیبه. و اگر هم پس دادیم کجا میخواد بره؟ تو اون وقتی که تو اون خانواده بود یه جایی رو پر کرده بود، الان اون جای خالی پر شده، برمیگرده کجا؟ مسئله ناجوره. بس من خودم هم همون شعاره که میخواد طلاق بده باید پس مروءت و مردانگی تو چه شد؟ مسیر این فرزندان چی میشه؟
مسیر این فرزندی در کار نیست، در کار نباشه. الان این مادر این زن و پدر این زن پدر مادر تو هست. این الان مال پدر مادرته، چطور باش رفتار میکنی؟ اینو از خونت بیرون کردی نکردی، اونا تا آخر عمرش پدر و مادرت هم. اگر جناب دکتر یکی بیاد مثلا خواهری خدای نکرده، خب پیش میاد دیگه اتفاقات هستن، بگه من عاشق شدم به مردی و بالاخره این شوهر که آدم نشد و اون مرده به من قول داده و میتونه و به امید اون بخواد طلاق بگیره، چی؟ ببینید این یه وسوسه که شیطان در افراد میندازه. اون اول اون شوهری که به این، اون مردی که به این وعده ازدواج میده، اون مرد کیه؟ اگر بهترین آدم باشه از نظر اخلاقی و مال و ثروت و همه چیزا، اسمش دزد سر گردنه است. چرا؟ یک کسی زن یه شخصی دیگه است، میاد این رو میگه که شوهر تو طلاق بده که من میگیرمت. خائن. یک دزد سر گردنه است، یه راهزنه. خب حالا این راهزن بیا و تصور کنیم که این زن گول خورد و اومد پیش این راهزن، از شوهر اولش طلاق گرفت. از شوهر اولش طلاق گرفت اومد. به چه وجاهتی میاد؟ تا وقتی که نیومده، چون که این یک گرگه، الان یک بز خوب و چاق و چله رو تو رمه دیده، میاد از دور باشه سوت میزنه که بیا و بیا و بیا. این بیچاره از رمه خارج شد. چه اتفاق میفته؟ رمه کل اون محیط و فضای اجتماعی که بافت اجتماعی که تشکل پیدا کرده، تنها از شوهرش که جدا نمیشه، نه، از شوهر و از خانواده شوهری جدا میشه. دیگه اصلا کنن از اون فضای از اون فضا بعدش معلوم میشه که ها این چشم داشت به اون، پف دیگه اصلا کلا از چشمه ها میفته. حتی از چشمه همون عزیزتریناش میشه یک علف هرزه. حالا اومد این طرف باش ازدواج کرد. اولا که من میگم که بیشترین چی به صورت مراحلی که پیش میاد ازدواج نمیکنه. کسی که بهش وعده داده ازدواج نمیکنه، اون فقط برای کامجویی میخواستش، کامشو گرفت تموم شد. ازدواج کرد. ازدواج که کرد، این هم خب آدم هست و این هم شیطونی داره، شوهر، همون شوهر. این شیطونش بیاد به این شوهره میگه که این کی بود که آوردیش تو خونه؟ این کسی بود که شوهر داشت، بچه داشت یا نداشت، خانواده و شوهر و همشونو لگد زد. به خاطر چی؟ به خاطر مال و منال یا به اصطلاح جوونی تو یا شکل و شمایل تو. خیانت کرد. خیانت کرد اونا. فکر کردی از تو خوشگلتر تو شهر نیست؟ از تو پولدارتر تو شهر نیست؟ از تو زبون چربتر تو شهر نیست؟ الان این همیشه خائن، همیشه تو چشم همه خائن است. این شوهر الان واسه این شوهر نخواهد، یه ماه دو ماه واسه شوهره، بعد از اون دیگه همیشه رو شک داره، امکان نداره تو این ازدواج دوم موفق باشه. ازدواجی که ابتداش با خیانت آغاز میشه، اصلا امکان پذیر نیست. این یا طلاق میگیره یا کنیز میشه تو اون خونه، مثل یک کنیز باش رفتار میشه. این نمیدونم حرفای شیرین و اینا همش بیماری قند بود، شیرینی هایی که بیماری قند آورد. این هیچ وقت مثلا این حرف گرگ دیگه. گرگ چطور مثلا گله رو مثلا میتونه یه گوسفندی رو از گله بزنه بیرون؟ اینه که این مسائل رو باید هر یکی، چه شوهر چه زن، وقتی میاد قضیه به این مراحلی میرسه که مثلا چی هست، مثلا بنبست هست و فلان، باید بفهمیم که یک اشتباهاتی هست. الان با هم بشینیم و هر یک از افراد اول با خودش بشینیم، پیش مهره های خودش رو محکم کنه. بعد هم که با هم بشینیم هر یکی به این نیت بشینه که من مهندسم و وظیفه منه که مشکل حل کنم. اون وقت حل میشه. اما اگر هر یکی بگه که
کارشناس شمایی، مهندس شمایی، شما باید این مشکل رو حل کنی، حل نخواهد شد. و هر کسی هم گفت که من تغییر پذیر نیستم، آقا من اینم، میخوای همین، نمیخوای میل خودم. من که 30 سال ازم گذشته دیگه آدم نشدم، الان آدم میشم. این میخواد، خودش میخواد بگه که من فیلم. فیله چه کار میکنه؟ فیله رو میارن از کوچیکی یه زنجیر محکمی میبندن پاش، یه مقداری همینجا میچرخ چون میفهمه که راه فراری نیست. بزرگتر میشه، نیرومندتر میشه، میان این زنجیر رو ور میدارن، این زنجیر باریکتری میذارن. اما چون عادت کرده اینجا، فکر میکنه دیگه توانش کندن این زنجیر رو نداره. بزرگ میشه، قدرتمند میشه، اصلا زنجیر رو ور میدارن، یه طناب عادی میذارن که اگه یک همین جوریش هیش کنه که کنده میشه، اصلا این چوبه اصلا از بیخ در میاد. اما نه، فکر میکنه که توان نداره، در حالی که همه قدرت ها داره. ما انسان ها، خداوند متعال این قدرت ها رو به ما داده، این توانمندی رو داریم، میتونیم خودمون رو عوض کنیم، میتونیم زندگیمون رو جهش بدیم، میتونیم مگه تغییر. ببینید صحابه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چی بودن؟ زمانی بود که اینا یک جاهل بودن، نمیدونم خیلی کارا اشتباه میکردن، مسلمون شدن، چی شد؟ بهترین شد. 180 درجه تغییر کردن. اگر احتمال 180 درجه تغییر هست، اینجا که من فقط 10-20 درجه تغییر میخوام، چرا اینجا امکان پذیر نیست؟ یک همت جانانه میخواد، یک همت جانانه و یک صداقت و یک مهندسی درست در خود. ممنونم جناب دکتر، استفاده کردیم از صحبت‌های زیبای شما و وقت ما چند دقیقه هم گذشت از وقت معمول برنامه. اگر صحبت پایانیتون با بینندگان عزیز داشته باشید. و حالا که وقت گذشته، اینه که من میخوام که همه از خودمون شروع کنیم. با مهندسی خود میتونیم چهره زندگیمون رو عوض کنیم و با مهندسی خود هم میتونیم این احساس رو داشته باشیم که این مفاهیم رو به دیگران منتقل کنیم تا همه آچاراشون رو گرفته پیشمورهای خودشون رو درست کنند و در زندگیشون موفق باشن. خیلی ممنونم جناب دکتر. همچنین تشکر میکنم از همه شما عزیزان که تا این لحظه برنامه خودتون رو یاری کردید. در پایان از الله متعال برای همه گذشتگانمون، پدران و مادران، خواهران و برادران، همسران و فرزندان، اساتید و شاگردان، اقوام و خویشاوندان و تمام عزیزانی که از امت اسلام از دنیا رفتن، از الله متعال بخشش، رحمت، مغفرت و همنشینی با انبیا، صدیقین، شهدا و صالحین رو در قیامت خواهانیم و برای خودمون هم استقامت و اخلاص تا آخرین لحظه حیات بر مسیر توحید و حسن خاتمه. تشکر از احمد جان، از منیر احمد، از فرید احمد و حمزه عزیز که در این ارتباط تلاش کردن تا این سفره دل بین ما و شما پهن باشه. تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو به الله متعال می سپارم. الله یار و نگهدار شما. جزاک الله خیر.